حسد پروردگارا از شر حسد کننده هنگامی که حسد می‌ورزد به تو پناه می‌برم. حسد صفت یهود و نصارا می باشد. الله تبارک و تعالی برای ما اعلان نموده است: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا به خاطر آنچه که خداوند برای مردم عطا نموده است حسد می‌ورزند؟ از حسد بپرهیز، زیرا حسد صفت یهود و نصارا است. در نتیجه همین صفت یهود و نصارا از هم رکابی محمدی مصطفی صلی الله علیه و سلم و از قرار گرفتن در خط ایمان در صف جهاد محروم گشتند و قرآن کریم آنها را ملعون و منفور معرفی کرده است. اولئک الذین لعنهم الله، آنان یهودیان کسانی هستند که خداوند آنها را لعنت کرده است و آنها را از رحمت خویش محروم کرده است. یهودیان قبل از رسالت پیامبر، قبل از اینکه پیامبر به پیامبری مبعوث شود، یهودیان در قبایل اطرافی پخش و نشر می‌کردند که پیامبری آخر زمان می‌آید و ما به آن ایمان می‌آوریم. دوستان خود را هم دعوت می‌کردند که شما هم به آن پیامبر ایمان بیاورید. یهودیان فکر می‌کردند که محمد از بنی اسرائیل است. زمانی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شد و چراغ ضلالت را خاموش کرد، یهودیان دیدند که محمد از بنی اسماعیل است، نه از بنی اسرائیل. آنگاه به خاطر بغض و حسد پیغمبر را قبول نکردند و راه خود را انتخاب کردند.